آقا ارادت، تریدینگ ویو یک سایت و پلتفرمیه که توش چارت ها رو تحلیل میکنن. کار را بنداز خیلی هم امکانات داره. تمام سایت های مشابه هم سازوکار و روش کار کردن باشون همینه. سعی کردم توی ویدیو توضیح بدم، ببینید و ایشالله که مورد استفادهتون باشه. آقا چاکریم فعلا. خب ابتدا که اول ما سایت تریدینگ ویو رو توی مرورگرمون سرچ میکنیم و یه دونه اوکی میزنیم. ببین در ابتدا وارد سایت میشیم، همون قسمت اول اینکه اینو بگم شما میتونید برید و اینجا ثبت نام کنید و یه ایمیل معرفی کنید و فلان که خودتون بلدید. این گزینه سمت راست رو کلیک من روشه و ولی میخواید وارد چارت شید و چارت رو ببینید. همون قسمت اول توی پروداکت یه گزینه اول داریم به اسم سوپر چارت رو یه دونه کلیک میکنیم روش و یه دونه چارت برای ما باز میکنه. بچه ببینید زمان که یه دونه چارت برای ما باز میکنه الان به صورت دیفالت اینجوری نیست، یعنی حالتش اینجوری نیست. من میام یه بار گزینه ها رو میزنم. ببینید اگر بخوایم احتمالاً یه دونه به صورت دیفالت باید یه چیز چارت سفید این شکلی داشته. خب چارت من مشکیه. چجوری مشکیه؟ ببینید بچه‌ها، به محض اینکه وارد صفحه میشید گزینه اول همون توی اون بالا توی نوار ابزار بالای سایت وارد این چرخ دنده میشید، یعنی چارت ستینگ. گزینه اول سیمبل ها در مورد این کندل های قرمز و سفیده که شما بادی کندل رو مشخص میکنید، خط دور کندل رو مثلا میتونید رنگش رو عوض کنید و اینکه حالا دیگه همین گزینه‌ها دیگه آقا های و لو رو مثلا مشخص کنید چه رنگ باشه، خطش چه رنگ باشه و این مسائل شما میتونید مثلا تکون بدید. مثلا من میخوام بادی کندل رو عوض کنم، سفیدش کنم. خب اینو وقتی بزنم و بیام توی بردارش هم سفید کنم، میبینید که الان کندل های ما چی شد؟ سفید شدن. متوجهید؟ یعنی داخل کندل ما سفید شده، فقط این خط سبز بالا میمونه که این خط هم من میتونم اینجا بیام و با این ویک اینم تغییر بدم و سفیدش کنم که دیگه کلن کندل های سعودی من سفید بشن. اما خب سفید ما اینجوری نشناختیمش و همون سبز خودمون رو انجام میدیم و میریم سراغ گزینه بعد. خب این از این. ببینید خب ما شروع میکنیم از بالا، شروع کردیم میریم پایین. گزینه دوم استاتوس لاین ها هستن. بچه ببین استاتوس لاین ها همین کلماتی هستن که ما زمانی که مثلا آقا برش داریم این نوار ابزار بالا هست که الان ما روی چه چارتی هستیم، داریم چی رو بررسی میکنیم و فلان و بهمان، اینجاها اینا میان. من اگه این تایتل و لوگو و اوپن مارکت و اینا رو بردارم، تمام اطلاعاتی که مبنی بر این چارتی که من الان باز کردم و این بالا نمایش داده میشه از بین میره. ایناش میبینید من الان میام تیکاشون رو میزنم، هم قیمت لوگو هست یعنی اسمی چیزی که ما باز کردیم، هم اون تایتلش هست تکمیل کننده مثلا اون جفت ارزی که باز کردیم، هم قیمت اوپن مارکت، هم های و لو مارکت، بیشترین و کمترین و فلان. این مسئله خودتون باید برید بازش کنید و ببینید چون زیاد چیز میشه. و این گزینه پایین هم خب بک‌گراند که کم و زیاد میکنیم، حالا شدت بک‌گراند و یا به قول معروف فدر بودن این چیزو، این تایتل ها رو. گزینه سوم گزینه اسکیل هست، یعنی اون بردارها و یا این خط و خطوطی که داخل چارت هست. میاد میگه چی؟ میاد میگه کنار این چارتی که ما باز کردیم و قیمت داره تکون میخوره، میاد میگه آقا اسم این چارت اینجا هست نوشته BTC. اینجا رو میبینید بچه‌ها BTC نوشته. این الان یاروی مروشه، انگشت مروشه نوشته BTC. من اینو الان بردارم، اسم چارت میره یا اون آخرین قیمتی که الان چارت داره میبینه 37668 برای بیت کوین. من اینو وقتی بزنم قیمت بلند میشه از اینجا. اینم مال همین اطراف چارت هست، یعنی مثلا میاد میگه های و لو، بیشترین و کمترین قیمتی که آقا دیده توی این بازی زمانی، توی این روز کاری. خب میتونید همینا یا اندیکاتورهایی که الان روشنه و این مسائل شما میتونید بیاید اینجا بید و اس، یعنی اون درخواست هایی که وجود دارن و اینا، میاید تیکشون رو میزنید، قشنگ میبینید چی نوشته میشه اینجا. الان میگه آقا 37600 660 اینا قیمت داره همینجاها، درخواست خرید و فروش براش میشه. میایم گزینه پایینتر و در مورد کلیت صفحه هست، تم
زمینه و این نقطه هایی که روش کشیده میشه، مثل همین الان هست من دستمو دارم تکون میدم روی چارت، به علاوه نقطه چین سفید هست. اولین گزینه گرادیان یا همون پشت زمینه هست که میاد میگه پشت زمینه چی جوری باشه، حالت یه دست باشه یا حالت دو رنگ باشه، سایه روشن باشه. شما اینو بیاید دستکاری کنید خودتون دستتون میاد و روی این گزینه‌ها وقتی بزنید رنگ‌ها بهتون نمایش داده میشن، میتونید رنگ رو انتخاب کنید و رنگ صفحتون رو عوض کنید. گزینه دوم گرید لاینه. بچه‌ها این خیلی مهمه. این به صورت پیش‌فرض معمولاً این شکلیه که الان اگه نزدیک کنید ویدیو رو می‌بینید که چارت حالت مربعی شد، یعنی مشبک شد، مربعی شد. شما میتونید مربعی نگه دارید چارت رو یا مثل من خالیش کنید چارت رو اگه نیاز به این حالت گرادیانی ندارید. گزینه سوم هم که همون گروشیر است که همین مربع به علاوه‌ای است که الان من دارم تکونش میدم. به علاوه‌ای که نقطه چین سفید است، شما میتونید اینو تکون بدید و حالا حالاتش رو عوض کنید. وقتی روی این گزینه بزنید میایید میبینید که پایین رو میتونید این نقطه ها رو خط و خطوط رو کلوف کنید یا رنگش رو عوض کنید و این هم از حالت لاین باشه یا نقطه چین باشه یا خط چین باشه. و گزینه‌های دیگه مثل تکست داره، مثل لاین داره، نویگیشن، اینا هم همین چیزایی هستن که مربوط به همین تمه و پس زمینه چارتن. زیاد چیز خاصی نداره، شما هم دست بهشون نزنید. بعدی عملیات تریدینگ است برای کسی که اکانت پولی رو دارن و حساب تریدینگ ویو هست، صرافیشون رو به تریدینگ ویو وصل میکنن و میتونن روی اون گزینه مانور بدن. احتمالاً شما چون اول کارتونه خب پولی حساب پولی نمیگیری، ولی اگر گرفتید میتونید اینجا بیاید و پرافیت ها و مدل پوزیشنتون رو عوض کنید که بر اساس درصد باشه، بر اساس پول باشه، یا مثلا استابلاسی که تعیین میکنید آقا پولی باشه، مثلا 10% استابلاس تعیین کنید یا $500 مثلا استابلاس. و در نهایت گزینه آخر گزینه ایونت هست که ما اینجا یه گزینه خیلی مهم و جالب داریم توش. باز هم چیز خاصی نداره، مثلا میاد میگه که آقا لاین آلرت توی چارتتون، همون خطی که برای اون آلارم گذاشتن چارت میذارید چه رنگ باشه، یا آخرین اخباری که فکر میکنید باشه مثلا کجا بیاد، چه رنگی باشه، همین چیزاست. یه گزینه خیلی خوب داره و سشن بریک است. سشن بریک رو وقتی شما تیکشو بزنید میاد چه کار میکنه؟ میاد برای شما تایم فریم و یعنی سشن های زمانی رو، یک روز کاری رو جدا سازی میکنه. شما وقتی این گزینه رو بزنید و تیکشو بزنید میبینید که بچه روی چارت خطای زرد عمودی الان برای من افتاده. این میشه چی؟ این میشه شروع یک روز کاری. متوجه اید؟ بین این دوتا خطوط الان تایم فریم آره 1 ساعته است. خب من بیام الان اندازه شماری کنم، احتمالاً 24 کندل، احتمالاً که نه قطعاً، یعنی اندازه 24 کندله، یعنی یک روز کاری. پس میشه چی؟ میشه ما قسمت ایونت رو که بریم این گزینه دوم میشه سشن بریک، یعنی همون تایم زمانی. ویدیو داره تایمش طولانی میشه، بریم سریع باقی چیزا رو بگیم. گزینه‌های سمت راست حالا چیز خاصی ندارن. یکیش در مورد حالا واچ لیستتونه که میتونید بعداً واچ لیست بذاری. اینجا در مورد آلارم هاست که آلارم رو جلوتر توضیح میدم. آبجکت دیتا هست، چیز بحث های داغ هست و کلندر همون تقویم و مای آیدیا، یعنی مای آیدیا یعنی نظری که شما راجع به چارت داری میتونید اینجا بنویسید. یه گزینه هم راجع به استریم کردن داری که میتونید حالا اون معاملاتی که میکنید رو استریم کنید و به اشتراک بذارید با همه. نوار ابزار بالا رو که میبینید به صورت دیفالت اسم ارز هست، تایم فریم هست. بچا این مفهوم تایم فریم هست، یعنی شما میتونید تایم فریم رو انتخاب کنید و چند تا تایم فریم رو اینجا بذارید علل حساب به صورت دیفالت. چون شما نسخه پولیشو ندارید، شما در حد 1 2 3 4 5 6 7 8 تا تایم فریم رو میتونید بذارید. بعضی تایم فریم هم برای شما نمایش داده نمیشه. گزینه دوم که به صورت یه دونه 2 تا باکس کنار هم هستن مدل چارت هست که من الان روی چارت کندلی، شما میتونید چارت رو خطی کنید یا چارت رو لاینی کنید. روی گزینه که بزنید بهترین حالت چارت هم که ما روش حالا معامله میکنیم چارت کندل است، مثلا کلا پرایس اکشن بر اساس کندل. گزینه بعدی اندیکاتور هست. روی اندیکاتور که بزنید شما میتونید اندیکاتورها رو سرچ کنید و برای خودتون میدونید یه اسکریپت بسازید، یعنی اندیکاتور مورد علاقه خودتون رو بذارید و حالا یا پروفایل سازی کنید و یه سری چیزایی که خودتون دوست دارید. اینجا هر اندیکاتوری رو که بخواید سرچ کنید، مثلا من می‌نویسم ایچیموکو رو میاره و شما میزنید. بیشتر از 3 تا اندیکاتور نمیتونید توی نسخه‌های غیر پولی روی چارت بندازید. گزینه بعدی هم اندیکاتور تمپلیت هست، همون اندیکاتورهایی که شما میایید برای خودتون شخصی سازی میکنید و اینجا میتونید ببینید. بعدی آلرت هست که الان در موردش
بهتون گفتم. بچه یه گزینه هست به اسم آلارک. شما یه ارزی دارید به اسم بیت کوین، الان میخواید روش معامله کنید، میایید میگید چی؟ اینجا تو گزینه اول اس نوشته میشه، گزینه دوم شما میایید میگید اگر قیمت کراسینگ آپ، یعنی این بریک کردن قیمت به صورت بالا، عذرخواهی میکنم، میایید زمانی که مثلا ما میگیم آقا قیمت اگر رو به بالا رفت، یا قیمت کراسینگ داون، قیمت رو به پایین شکسته شد، یا همین گزینه‌ها دیگه، یا کراسینگ کلا این قیمت اگر عبور کرد، قیمت ما از این سطح عبور کرد، اینو میذاریم. بعدی گزینه پرایس هست، میگیم آقا بر اساس بر اساس قیمت باشه، بعد یه قیمت بهش میدیم. اینجا مثلا میذارم کراسینگ آپ، یعنی اگر $38,000 رو به بالا شکوند، شما میگه برای یک بار یا هر زمانی خواست بشکنه، میگیم نه برای یک بار. بعد میای براش یه تاریخ تعیین میکنیم، مثلا از کی تا کی، و یه دونه هم براش اسم انتخاب میکنیم، آلرت نیم، و یه کرییت که بزنی یه دونه خط مثلا روی چارت اینجا میفته. اینجا میبینیم که $38,000 اینجاست. یه خط اینجا براتون نشونش بدم، این خط سفید چیز که هست، خط سفید نقطه چین که هست، این قیمت برای شما یه آلرت روشن شده که اگر این قیمت عبور کنه به شما آلرت میده، یعنی پیغام میده. ارزم به حضورتون اینم از گزینه بعدی. ریپلای هست که برای شما فعلا فعال نیست چون گزینه غیر پولیه. نوار ابزار سمت چپ، نوار ابزار سمت چپ هم که میبینید که نوار ابزار کاربردی هست. از بالا شروع میکنیم، این که به چه صورت شما روی چارت حرکت میکنید این باشه. شما میتونید به این صورت حالت چی بهش میگن، این نقطه باشه، یعنی وقتی تکونش میدید روی چارت به این شکل باشه، یه حالت دایره تو خالی باشه، یا حالت نقطه باشه، حالت نمیدونم چیش میگن اینم فلش باشه و اینا. گزینه دوم گزینه بسیار مهمی است، در مورد ترند لاین ها هست که ابزار ترند لاین ها رو اینجا کاملا برای شما نمایش میده. انواع ترند لاین ها، ترند لاین ری مثلا ما دو نقطه رو به هم وصل میکنیم یا بی انتها دیگه خودش تا آخر میره. دیدی وقتی مثلا من یه ترند لاین رو میخوام وصل کنم، خب یه دونه روشن میکنم تا یه جایی میکشمش، ولی این گزینه ری رو اگر بزنم من یه دونه از اینجا روشن میکنم تا هر جایی که خواست دیگه میره. این تا پایان چارت میره، قیمت تا هر جا که بره این میاد پایین. و حالا خودتون باید چکش کنید و واقعا اینجا نمی گنجه. و کانال ها رو داریم، کانال های موازی، پارالل کانال ها رو داریم. گزینه بعدی میاد روی فیبوناچی ها، قسمت فیبوناچی و گن ها. ببینید فیبوناچی ها این از بالا تا پایین ریتریسمنت هست و فیبوناچی بیس اکستنشن هست، فیبوناچی کانال هست، تایم زون هست، و این گزینه‌های بالا پایین هم که سیستم گن هست که گن بیشتر بحث‌های زمانی رو میکنه، طوری زمانی میکنه. قسمت پایین میاد بیشتر اینو وارد پترن ها میکنه و امواج الیوت میکنه. اینا رو دسته بندیشون کرده. از سمت چپ کسایی که الیوت کارن میان و با اینا پترن هاشون رو میکشن. اینم از گزینه سوم. گزینه چهارم در مورد پوزیشن هاتون هست، یعنی پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت و حالا برز پترن یا همون کندل ها و پترن های کندلی. و ارزم به حضور یه سری گزینه ها داره مثل فیکس رنج ولوم پروفایل. این خیلی مهمه، یکی از چیزای جالبه و منم روی چارت دارمش. اینو شما میتونید روی چارت بندازید و میزان پول های ورودی و بیشترین والیوم در چارت رو به نسبت دو نقطه‌ای که خودتون تعیین میکنید مشخص میکنید. مثلا من اینو یه دونه میزنم، میام اینجا از این قیمت تا این قیمت انتخاب میکنم و اینجا میبینید که با دو تا کندل آبی و زرد به من نشون میده که بیشترین مثلا حجم رو اینجا بیت کوین روی قیمت 37300 خورده بین این بازه‌ای که من براش تعریف کردم. و دیگه تکست هست و ایموجی هست و یه خطکش هست که خطکش هم بچه‌ها میتونید به راحتی با گرفتن دکمه شیفت، یه دونه شیفت میگیری میزنی روی چارت و تا هر جایی که خواستی میکشیش. بهتون میگه که میزان رشدش به درصد یا مثلا به اندازه کندل ها و در چه تعداد روزی و چه ولومی بوده انقدر جابجا شده این قیمت. یه دونه هم که روی صفحه خالی بزنی میره، باقی هم که دیگه چیز خاصی نداره. حالا این گزینه پایین هم هست که هاید کردن تمام چیزهایی است که شما گذاشتید و گزینه دلت هست که اینا رو میتونی بزنی. و یه نکته بسیار مهمتر در نهایت نگفتم، خیلی هم تایم ویدیو رفت بالا، اینه که شما تمام حالا اون کارهایی که میخوای مثلا انتخاب کنی کنارش یه دونه ستاره هست. شما روی ستاره که بزنی این بالا میاد روی نوار ابزار اضافه میشه. مثلا من الان اینو روی اینفو لاین رو میزنم، این گوشی پایین میبینید که این گوشی بالا کنار باقی نوار ابزارها اومد اینجا اضافه شد. از بغل بگیریش هر جای چارت هم خواستی میتونی این نوار ابزارتو بذاری و
به عنوان یک کلید میانبر میتونی ازش استفاده کنی. در نهایت دوستان یک کلیک راست میکنیم، میایم پایین گزینه ستینگ رو میزنیم. این پایین زده تمپلیت. بچا تمپلیت ها چی هن؟ شما هر تنظیماتی که روی چارتتون کردید میتونید اینجا سیوشون کنید به یه اسم. مثلا من اینو سیو از میکنم، میذارمش علی 44. خب و سیو رو میزنم. این به عنوان یه تمپلیت اینجا وجود داره. بعد من روی هر چارتی که برم، مثلا این چارت الان به صورت خام هست، یه کلیک راست میکنم روی صفحه اصلی، گزینه آخر ستینگ، میام روی تمپلیت و علی 44 رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم، تمام. ایناش الان چارت من به صورت همون چیزی که من تعیین کرده بودم در اومد. ارادت داریم. خیلی هم ویدیو طولانی شد، منتها خب دیگه حالا سعی کردم توی یه ویدیو 10-15 دقیقه‌ای کار مختصر با تریدینگ ویو رو بهتون بگم که خیلی کاربردی. ارادت داریم.